به نام خدا. سلام بچه، چطورید؟ من شماکس هستم و خوش اومدید به اولین ویدیو از چنل شهاب مایکس. امیدوارم که تا آخر ویدیو نگاه کنید، حتما هم لذت کافی رو ببرید. دوستان امروز اومدیم با اولین پارت از واکتروی بازی مورتال کامبت 11. قبل از هر چیزی یادتون نره که از این بالا حتما چنل رو سابسکرایب کنید. این پایین هم نظرات و انتقادات خودتون رو توی کامنت ها بنویسین و همین ویدیو رو لایک کنید، چون این کار خیلی بهم انرژی میده و باعث میشه که ویدیوهای بیشتری با کوالیتی و کیفیت بالاتری برای شما آپلود کنم و در نتیجه شما لذت بیشتری رو میبرید. بدون معطلی لیتس گو. خب بچه ها، بریم سراغ بازی. استوری و قبلا من رفتم این بازی و به نظر من اگه نیو گیم کنیم خیلی میتونه گزینه مناسب تری باشه. اگه گزینه نیو گیم باشه توی ستینگ بازی و متاسفانه فکر کنم نداره. خب واقعا نداره بچه، گزینه نیو گیم اشکال نداره. ما از همین اول شروع میکنیم و چون که مورتال کامبت یه ژانر یا اصطلاح میشه گفت که سبک خشنیه و خون و خونریزی و چه میدونم مشت و لگد و تیراندازی و اینجور چیزا داره، احتمال اینکه یوتیوب به اینجور ویدیوها گیر بده خیلی زیاده. من نمیتونم برم گزینه مثبت 18 رو فعال کنم، چون که افرادی که این بازی رو نگاه میکنن حداکثر 99%شون خیلی جسارت دارن. خاطر همین دعا میکنم که یوتیوب گیر نده. خب بچه ها، زیادی حرف نمیزنم، بریم سراغ داستان بازی تا جایم که بتونم خودم به صورت خلاصه در حین تماشا داستان بازی واسهتون میگم، ولی همچنان این زیر براتون یه زیرنویس میذارم. این شیناکه، یکی از قدرتمندترین خدایان بازی. اینه که رقابت هایی که ما تا الان داشتیم تونسته قدرت زیادی به تو بده. این هم اسمش ریدنه. قدرتش ساقه و رد و برق و ایناست. آورده اینو اینجا دستاشو بسته و داشته کنیدش میکنم. ببینیم که در قراره در معنی چه اتفاقاتی بیفته. میگه خفش شیناک نمیدونم، فرق نمیکنم. But you wear my amulet. Finally, you embrace the truth the elder gods deny. The truth I was cast out for speaking. The truth I embrace, Shinnok, is that mercy is wasted on those who defile Earthrealm. میگه من باید افرادی که واسه این جامعه مضرن، آدم خطرناک، قاتل، آدمای بد رو باید نابود کنم. از تو هم شروع میکنم، یعنی اولین نفری که قراره دهنشو سرویس کنم تویی. میگه چجوری؟ تو حتی یه خدا هم نمیتونی شکست بدی. یعنی یه جورای مسخرش کردی که ریزی شنیدم. یه چیزایی بدتر از مرگ، سرنوشت‌های بدتر از مرگ در انتظار، یه همچین چیزی تا جایی که من یادمه. ولی خود زینه صحبتتون میذارم خودتون بخونید حتما. گردنشو طرز وحشتناکی زد، قطع کرد. I will deliver you to Liu Kang and your Netherrealm minions. You will serve as warning and an emblem of my wrath. یه کله‌تو میذارم اینجا تا هر کسی که ببینه کله تو یه نشانه از خشم منه. بقیه اینو ببینن بفهمن که آقا ریدن خشمگین شده و مبارزه باشه فکر احمقانه میتونه باشه و همین لحظه این فرد وارد میشه
که قدرت مکان و زمان دستشه. Was not your destiny, Shinnok. Once again, و الان میگه God که has upset the balance. این حق تو نبود که اینجوری شکست بخوری از ریدن. Know this. ولی نگران نباش، فقط احتیاج به یه خورده زمان داریم تا اینکه بتونیم مثلا انتقام های ازشون بگیریم. بالاخره این یه شخصیت منفیه به اصطلاح میشه گفت، نه فقط خورده زمان احتیاج داریم. و همینجاست که داستان مورتال کامبت 11 استارت میخوره، آغاز میشه. من امیدوارم که تا اینجا داستانش درست گفته باشن که شما گمراه نشید، چون که من خودم میشه گفت بالای 3-4 بار این بازی رو تموم کردم. بخش داستانش هم مرحله همین چیزی که الان دارم میرم. ولی خب تازه چند وقته که فهمیدم داستان بازی اصلا از چه قراره. خاطر من گفتم زیرنویس واسهتون بذارم. خودم هم رفتم چند بار داستان بازی و زیرنویس نگاه کردم تا بفهمم اصلا داستان بازی از چه قراره. As you were. میگه خب آزاد است. For 25 years, the special forces have been Earthrealm's sword and shield. میگه We've 25 pushed back ساله Shao که Kahn, defeated Shinnok, فکر کنم یه yet none of our victories have come گروه یه without قبیله cost. کمک Recently, کرده به Commander بشریت. Jackson Briggs was honorably discharged. His wounds, both physical and psychological, left میگه که him یه no longer فردی fit به to نام serve. نم چی We به honor بازنشسته Jackie's شده. And we الان honor his دیگه بین ما sacrifice نیست by doing what he would do. Tirelessly به defend خاطر Earthrealm. اتفاقاتی که تو زندگیش واسش افتاده، Sergeant لحاظ Cage. روحی، جسمی و اینا Step صدمه forward. خورده. میگه که خانم جک بیا جلو. Your leadership and warfighting ability have earned you promotion to commander. میگه به خاطر there are no این family favors here. کارهایی که تا By الان برای special ما forces انجام دادی tradition, you still have to pass میتونم one last مقام test. فرماندهی رو به تو I need to kick بدم، the ولی به CO's شرط ass, اینکه ma'am. مرحله آخر رو Your ass, ma'am. بگذرونی هم مبارزه با All من. right یعنی then, الان قراره این دوتا با هم Sergeant. دیگه فایت بدن. Let's see if you can take me. خب قراره دهنش رو سرویس کنیم. الان ما اون زن مطلعی همون جیک بسیم بریم دهنش رو سرویس کنیم. ساعت بازی هم فکر کنم گوشه بگم رو نورمال، اگه میتونستیم خودم الان کار خیلی بهتر. خب اینجا یه خورده زن سرسخت و قوی هستش، ولی خب بازم ما شکستش میدیم. به جلو بینم یه دونه بالا، نه یه دونه پایین، یه دونه بالا، یه دونه مستقیم، دو مستقیم از زیر مش میکنیم. حالا یه لگت صورت. بله این که خوش رو ما اصابت داد و میتونه کلی از جون ما کم کنه و به ما دمیج بده. هرچند که شمایکس به این افراد مبتدی و ضعیف باخت کنیم. خب یه ضربه دیگه بخوریم دیدیم فینیشرمون رو از دست دادیم به خاطر که اشتباهی حرکتی رو انجام دادیم. بله راند اول باختیم. بچه واقعا خیلی وقت دارم مورتال بازی نکردم و این باختم الان مقابل این چیزی از ارزش‌های من کم نمی‌کنه. خیلی وقت واقعا بازی نکردم. می‌خورده من که بگم مثلا یادم رفته، چون آدم یه بالاخره توی بازی یه مدت هم بازی نکنه اون قدم یادش نمیاد. یعنی خیلی ضعیف شدم، اینکه یه خورده مثل قدیم یا دستم طول می‌کشه. ولی خب بهتون قول میدم که راند دوم رو به هیچ عنوان از این زن مبتدی نمی‌بازم. لگدهای پیراتش میزنم بهش از عقب، جلو، بالا، پایین، چپ، راست. این از پایین، بالا، مستقیم از زیر. بله راند دوم نصیبمون شده و یکی الان این راند طلا، یعنی هر کسی که ببره قهرمان میشه. بعدم میاد یه حرکتی رو چند بار تکرار کنه. به اصطلاح افرادی که بر اساس مورد فقط موقعی که هم باز کنید دشمن تونتون میزنن یه حرکت رو دارن، حرکت بعدم میاد. ولی خب مجبوریم که این حرکت رو انجام بدیم برای اینکه ببریم، چون که این فایت زیاد مهم نیست. مهمتر از هر چیزی برای ما داستان بازیه و همونطور که داره پیش میره. بله باختیم کلا این بازی، لعنت بهت بچه. اگه دست بعدی هم به اصطلاح ما باختیم من دیگه کات میکنم قسمت ویدیو رو تا جایی که ما ببریم، ولی میدونم که این دست رو قطعا نبازم. الان دستی که باختم دستگرمی بود، الان میرم فقط تماشا کنم. من اینکه فرمانده میشم هر کاری میکنم چه قسمت تو واسه من سیاه خوردن بابا همش شفا میکنه. یعنی چی؟ چیزی طبیعی که بات میتونه
حتی از قوی‌ترین پلیرهای جهان هم قوی‌تر باشه، چون که باد این چه قدرت هوش مصنوعی اون چیزا دست کم گرفت واقعا. مخصوصا اونم الان که یعنی هوش مصنوعی دوران اوج خودش، یعنی تو هر چیزی مردم دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن به قدرت زیاد. و چیزی هم که خود ایلان ماسک گفته که اگر همینجوری بخوایم ادامه بدیم هوش مصنوعی قطعاً دنیا رو فتح میکنه و اتفاقات وحشتناکی میفته. یعنی یه جوری مثل زور زامبی میشه، یعنی خود زور زامبی زور هوش مصنوعی و ربات و یهو دیدید مثل تو فیلم‌ها علیه انسان آمدن کودتا کردن و جنگ شد و اصلا یه سری چیزا که شبیه فیلم‌ها بود. خب اینو بزنیم دلر اگه فرصت بده بهمون. اینم دلر تو مغزت. فقط جالبش اینه که این اتفاق میفته چه زنده منه، خیلی جالبه. اما نظرم که خودم دمه گرفتم فیلم‌های زیبا خودمش اصابت بدم. اون سربازی که لباس سرزمینیشون پشت ما تشریف می‌کنه و همونطور که گفتم شاو ماکس دست بعدی رو برد. میگفت یعنی الان گفت که آماده انجام وظیفه هستم. خب دیگه محله آخرم دیگه بهت افتخار میکنم فرمانده، یعنی نشه یه جورای تربیت گفت. و این مردم که الان اینو بغل کرد پدر همین دختر جیک هستش. میگه پدر حالا تو مجبوری الان به این مأموریت بری، میگه تو الان دیگه فرمانده شدی و کار خودت انجام بدی و منم کار خودم. اینجا الان صحنه مثبت 18 صورت میگیره. چه چرا مثلا برام بچه‌ها بعدش میونه حرکت و ریدن ظهور کرد. خب اومدن به مرکز اون پایگاه داشتن توضیح که چه اتفاقاتی افتاده. یه شب بتونیم باشون مذاکره کنیم. اونا دیگه مثل قبل نیستن. They are no longer the champions we once knew. We must strike them preemptively. It's about time we brought the fight to them. What's the target? حالا برنامه چیه؟ این که میان توی این معبد یا این قصر یا این قلعه، اون پایین یه منبع خیلی بزرگ از قدرت شیناک میگه اونجا خیلی افراد زیادی هستن محافظ هیولا و اینا. این هم میتونم، من اونقدی حرفه دارم قدرت دارم که تا اونا شکست کنم. میگه مشکل ندارم، ولی اون پایین اگه گیر بیفتیم دهنمون سرویس. میگه ما نمیتونیم بیام بخاطر اینکه تو خانواده نداری، ولی من خانواده دارم. از دستان خانواده خیلی سخته. میگم میفهمم از داستان یعنی چی. یه بس کنین الان وقت بحث کردن دعوا کردن نیست. ما به هر حال باید بریم آقا کمک کنیم، چون اونا اگه شروع کنن به حاصل کنن کل جهان رو فتح کنن و بله دیگه ما قدرتی که داره این افراد رو تلپورت میکنه تا برن و اون شینا که چیه شکست بدن. و اینم از این قلعه یا قصر شیریا حضرت عباس. چند هزار تا سرباز داره اینجا و عبور کردن از اینا کار دشواریه. سربازا خیلی سوسکی دارن میرن. میگه ما تو موقعیتیم شروع کنیم، یعنی آماده ایم که شروع کنیم. یعنی همین چیزی بود. من نامد میگه از همین الان تسلیم شید وگرنه دهنی الان با قدرتی که داره همه رو به طرز عجیب و وحشتناک حضرت عباس ماشاءالله ریدن باریکلا. دمت هم گرم. مشکستی و پرطرف پرچم دو ابراز و این تا از افراد شهری که توی این قصر برای اون یاد و کار میکنن اومدن تا ببینن که چه خبره. خب نیروهای بیشتری رو استخدام تا بتونن جلوی این
جنگو بگیرن، یعنی اینا شکست باشن که نمیتونن. آجی کورن، یعنی ناموسن یکیشون نمیتونه سمت راست رو نگاه کنه، اینا رو ببینه و اینا هم به صورت خیلی سوسی و حالا قصد میشن. جالبه یک اسکیت حالا حرفه‌ای شد، من فرمانش راننول به آخرت من بود. چه مجسمه خفنی آجی، این طرح ازرائیل خیلی دوست دارم، اینا خونم داشته باشم. هی هپلا اومدم پایین، خیلی سوسکی ولی جالب و عجیبه یه جورایی. چجوری اینا مثلا میخوان با تفنگ و اسلحه و اینجور چیزا این همه افراد شکست بدن؟ اونجا می تابوت اون وسط که یکی و یعنی یکی اون توه دیگه، نمیدونم حالا کی بود. و کله شیناک که اون وسطه و اینم همون جاییه که ریدن گفت اینجا یه منبع بزرگ از انرژی این بی پدر مادره. و اینا هم طبق نقشه آمدن و بله اینا به اینجا اومدن. آجی چقدر کورن اینا دیوسا. اینا هم باز یه سری از نیروهای قوی همین قصر هستن که زیر دست همین شیناک. مثل این که میگه اصلا نگران نباش، اونا به اینجا حمله کردن و راحتی که شکستشون بدیم. هم ترسناکه. یه تعظیم ریزی هم کردن. Don't let the scars fool you. He's fast. Take out him and Jade. میگه با Upstairs and set the C4. Roger that. دستور من شروع کنیم حمله کردن. من میرم پایین، بقیه پایین تا بمبگذاری کنم و شما هم اینجا اینا رو بکشید. یا حضرت عباس، اینم یکی از قوی ترین. یا امام حسین. و فکر کنم که الان باید با این بیت دمارت فایت کنیم. اینو از این ور سربازان رفتن کمک اون فرمانده کنن پایین. میگه سریع حرکت کنید و از سر هر ستون بمب بذارید. میکنم میخوان اصلا کلا این اسره رو نابود کنن. این طبقه بالا شد درگیری قوم بعد گرفتار قوم یعنی در که بله تفنگش هم ازت نصف کرد. الان دست خالی چجوری میخواد اینو بزنه؟ بابا مگه فیلم اندیه؟ بریم برای فایت دوم. نام خدا بریم اینم بزنیم. ولی خب این خیلی میشه سرسخت باشه. اونجایی که من این محله قرار گرفتم زیاد و باش فایت دادم، اونجایی که یادم آدم قوی گرفتم. بله شروع شد، دندامون هم خود کرد. شروع شد این استارت رو بزنه دهن ما سرویس کنیم، نمیذاره یه سنان آدم نفس کنیم. اگه بتونم بزنمش به این چیزه خیلی خیلی بله تیر بود هم ناموس کرد که مقصد ما بزنیم فینیشر اون اگه فرصت کنیم. ای دی دهن سرویس خطا رفت اینجا من قراره کلی همه ما اینا رو سرویس شه. ای بابا رو نول باختیم، واقعا آدم قویه، خیلی سریع و بله جمجمه منم خورد کرد دیگه. تنجایی که خورد نشده سخن از دفاع من به زودی خورد میکنم. این فکر کنم حالت دستگرمی داشته باشه قطعا که راند دوم برای من اگر نه که دست دوم قطعا پیروز میشن. شونا هم تقریبا مساویه ولی خب اگه بتونم یه خورده چیز کنم که زمان بخرم که بتونم دمیج بدم از فینیشر کنم استفاده کنم که بله اومد فینیشر کلی از جلو میکنم میشه. فینیشر ما فعال شد، فقط آزادش هم دهن که سرویس ای بابا فینیشر همش خطا میده لعنت بهش. نه این رانده بودم به سر بابا نمیشه ناموسن. خدا خیلی سخته اصلا راه نداره ولی من هیچ وقت تسلیم نمیشم. شهاب ماکس باخت نمیده دوستان. من اگه این دست رو نبرم شهاب ماکس نیستم. حالا فکر کنم ببازم شرف ولی نه بیشوخی نبازم. حالا شما میکنم که ببرمش
Fight. و این دست رو بردم یه بقیه داستان و فایت با بقیه میفته برای پارت بعدی، چون همین الانش هم تقریبا 20 دقیقه است که دارم ویدیو رکورد میکنم. حتی موقع ایزن شاید یه خورده از زمانش یا کمتر شاید بیشتر شده نمیدونم، ولی الان که دارم رکورد میکنم تقریبا 20 دقیقه شده و 20 دقیقه تایم خیلی خوبیه برای ویدیو گرفتن، چون کمتر باشه که نمیشه درست این کار انجام داد و اگر بیشتر باشه خیلی خسته کننده میشه. خاطر من یه تایمی در نظر گرفتم برای همه ویدیوام و اونم دور 15 20 25 دقیقه است دیگه بیشتر نشه، چون ادیت کردنش خیلی سخت میشه، نوشتن ترجمه زیر ویدیو خیلی سخت میشه، همون جزء ادیت آپلود کردنش طول میکشه، کلی نت میبره، زمان میبره. خلاصه هرچی زمان ویدیو کمتر باشه هم به نفع من و هم به نفع شما، سالی حمایت شما انا هدف منه، پس حمایت کنید تا من به هدفم برسم. در سرویس ها ران اولم باختم این دیگه این دست دیگه این اصلا فول کردیم یه سگم بالا بردی یه شاباس اصل رو الان بهت نشون میدم. الان دیگه منو میشناسی، من آدم علکی نیستم، من گونه ترسو رو زدم تا برسم بعد جالبیش میدونی چیه؟ حالا به خاطر کلا اینا نیست یا قدرت اینا، مثلا من اگه 2 تا ضربه من میزنه خیلی از جونم میره، یعنی من 5 تا ضربه میزنم یه کمی از جونم، یعنی الان مشتم قوی‌تر میشه. البته من قوی‌تر باشم چون مردم قوی‌تره، قوی‌تره ولی ایران در ما اگه اجازه بده میتونم بزنم تمام، میتونم بزنم تمام پسر. اینو از این پشت خود میزنم فکتش چند تا تیم میزنم تو شکمش دلولیاش بریزه برنامه بره. دوم آوردیم الان مساوی شد، میرسیم به ران طلا. امیدوارم که من برای خودت این ویدیو رو لایک کنید تا من انرژی بگیرم و این مادر خوشحال عوضی رو یا حسین یا حسین عوضی اصلا لکنت کنم استرس هول کرده یا امام زمان یا حضرت عباس یا حسین یا رضا یا معصومه. این از این و تمام دوستان. به همین سادگی شما ایکس پیروز میشه در برابر این فرد شرور. خیلی ساده بودی، دهنت سرویس کردم دیگه، با من در نیفتی. خب بچه همینجا بازی رو استوب میکنیم، اگه بهش حالشه استوب نمیشه کرد. خب نمیشه استوب کرد، ولی خب خلاصه کار به این نریم، بقیه داستانو و بقیه فایت ها رو میذاریم واسه پارت بعدی. فکر کنم که تا اینجا کار کافی باشه. امیدوارم که تا اینجا ویدیو رو هم نگاه کرده باشید و هم لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که حتما این چنل رو سابسکرایب کنید تا بتونید پارت های بعدی نه تنها بازی و بلکه بازی بیشتر قراره به جز تمام کردن وقت روی این بازی بگیرم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات خودتون رو توی کامنت ها بنویسین و همین دیگه. کلا حمایت از من یادتون نره، من خیلی به حمایت احتیاجم، چون که تازه چنلم افتتاح کردم و حمایت شما خیلی من انرژی میده. خلاصه که خیلی حرف زدم از حمایت و اینجور چیزا، سرتون درد نمیارم. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.